خریدی خفن درست کنی. از لب قلعه اومدم به لب باغچه. خب که بهتون یه سوپ فصل رو بهتون آموزش بدم. احتیاج داریم به یک کدو که از این کدوگردا خیلی خوشگل تر میشه. سرشو بریدم گذاشتم کنار و گوشتاشو دونه دونه جدا کردم. بازم اینا رو گذاشتم کنار چون وسطاش احتیاج داریم و بهتون میگم چیکار کنیم. همسر جان اونجا داره برام آتیش روشن میکنه. خیلی سرده اینجا. که گرممون شه یه چایم خستگیمون در بیاد که شروع کنیم به آماده کردن سوپمون. من پیاز رو با کره تفت دادم که فکر می‌کنم خوشمزه تر بشه. چشمم کور شد، دود آتیش رفت تو چشم. از فیله مرغ استفاده کردم. شما از هر گوشتی که دوست داشته باشین میتونید استفاده کنید، ولی فکر کنم با فیله مرغ خیلی خوشمزه تر بشه. ادویه‌های دلخواهتونم بهش اضافه میکنیم و اون کدوها که مونده بود رو همه رو رنده میکنیم به همراه هویجم رنده میکنیم و اضافه میکنیم به سوپمون. یه سوپ عالی، سوپ فصل خوشمزه، خیلی خفنه دیگه. خلاصه اگه به آشپزی علاقه داری حتما سابسکرایبمون کن و یه سر بهمون بزن. خلاصه سوپ که آماده شد فیله مرغ ریش ریش میکنیم. سبزی هم از گیشنیز و جعفری داخلش من استفاده کردم. بعدش میگردونیم به داخل اون کدوه و شیر ولر من بهش در آخر اضافه میکنیم و هم میزنیم. اصلا از ریختش معلومه چه خفنیه دیگه، خیلی خوشمزه است. یکم از گیشنیز و جعفری هم برای تزیینش استفاده میکنیم. یه سوپ عالی و خوشمزه و خوشگل برای مهمونیاتون تو فصل پاییز و زمستون.